نزدیک میشه که قدر سال در اونجا کار کرده بودم. چند سال اول вообще کلید نبود، فقط هم پول ارنده میتونستیم برآورده. نه والا که کم کم کار کرده بودیم که هم خشید خیلی که فعالیت های خیلی نمیدونی چه میشه و بود. روز شگم در اونجا که вообще یکون گرم زیخ نشدم، برای که اونجا در بودن نفرایی که вообще 10 برابر این ما به چیزشون سوخته ضرر دیدن. وایو را میدیدی вообще برای وایو بسیارتر زیق شدم. روز شگم خونه اومدم خیلی 1 ساعت زیق شدم. 1 ساعت 1 ساعت زیاد نه، 1 ساعت زیق شدم. قیس دادم گفتم آخه من پروست زیق شوی قیتی چی میشه؟ و یه کس من پول میده چی؟ هیچی، من باید کار کنم خدا. و من تصمیم گرفتم که من حاضر شه کار سر میکنم. اگر من پروست بشینم خونه ده زیق گیرم کدن گیرم که وا چی به خش